سلام همشیرده. متاسفم نتونستم نظر قاضی عوض کنم. ولی اون یه روانیه. بله متوجه هستم، ولی با 4 تا دعوا و کتککاری که نمیشه چیزی رو ثابت کرد. این آقا نه تویش بیمارستان روانی پرونده داره، نه تست اعتیادش مثبت در اومده. همین آقایی که جلو در دادگاه به خاطر وکالت شما داشت منو به فحش میبست، جلو قاضی یه جوری مظلوم نشسته بود، لفظ قلم صحبت میکرد که منم داشتم باورش میکردم. متاسفانه قاضی حضانت بچه رو به اون داد. فکر کنم یه چند ساعتی بیشتر وقت نداری با دخترت بگذرونی تا وقتی که خودش بزرگ بشه و بتونه برای خودش تصمیم بگیره. اما من نمیخوام مامانم رو تنها بذارم. مامان من دوست دارم با دوتاشون زندگی کنم.